این اوضاع چشمای منه، نگاه کنید. تا 10 روز پیش اینوریه بود، حالا اینوری هم گرفته. تو رو قرآن، تو رو به هر کی میپرستید نه ازدواج کنید نه بچه بیارید. تو قانون اساسی این کشور آموزش و بهداشت و مسکن اولویت هر ایرانیه و متاسفانه ما هیچ کدومش رو نداریم. اگه پول داری، اگه میخوای بدبخت و بیچاره زندگی نکنی، اگه میخوای بچه ها توف و لعنتت نکنن، ازدواج نکن. آقا خودت تنها باش، یک لقمه نون بخور، 4 تا دیگر رو بدبخت نکن. این کشور اگه یکی مریض بشه باید به خاک سیاه بشونی. حالا اونایی که پول دارن خوبه، اونایی هم که پول ندارن مثل ما همش باید بیان این بیمارستانای دولتی که هیچی هم توشون دکتر نداره، یک مش انترن طرحی ریختن توشون که فقط بدترت میکنن به جا بهتر.